On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, and to invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. آقای رئیس، عالی جنابان، خانم ها، آقایان، در آغاز مایلم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب شایسته جناب عالی به ریاست مجمع عمومی ابراز دارم و از تلاش‌های دبیر کل محترم آقای بان کی مون تقدیر نمایم. امیدوارم نشست امسال مجمع عمومی جهان را در شرایط حساس کنونی به امنیت و آرامش انسانها که از اهداف اصلی سازمان ملل متحد است گامی نزدیکتر کند. آقای رئیس، من از منطقه‌ای می آیم که بخش‌های مهمی از آن در آتش تندروی و افراط می سوزد. در شرق و غرب کشور من افراطیگری همسایگان ما را تهدید می کند و خشونت می ورزد و خون می ریزد. آنان البته تنها به یک زبان سخن نمی گویند و حتی رنگ پوستشان هم یکی نیست و یک ملیت واحد ندارند. آنان از کشورهای مختلف به خاورمیانه آمده اند اما ایدئولوژی واحدی دارند، افراطیگری و خشونت، و هدف واحدی دارند، نابودی تمدن، اسلام هراسی و ایجاد زمینه برای مداخله مجدد بیگانگان در منطقه. با کمال تأسف تروریسم جهانی شده، از نیویورک تا موسل، از دمشق تا بغداد، از شرقی ترین تا غربی ترین نقطه جهان، از القاعده تا داعش. افراطیون جهان یکدیگر را یافتند و ندا سر دادند که متحد شوید. اما آیا ما در برابر افراطیون متحدیم؟ افراطیگری یک مسئله منطقه‌ای نیست که فقط ملت‌های منطقه ما با آن درگیر باشند. افراطیگری مسئله جهانی است. برخی از کشورها در پیدایش آن مؤثر بوده و در مبارزه با آن ناکام، و اکنون ملت‌های ما تاوان آن را پس می‌دهند. غرب ستیزی امروز فرزند استعمارگری دیروز است. غرب ستیزی امروز واکنش به نژاد پرستی دیروز است. برخی از سازمان‌های اطلاعاتی تیغ را به دست زنگی مست دادند و او نیز همه را از دم تیغ می‌گذراند. همه آنان که در ایجاد و تقویت این گروه‌های تروریستی نقش داشته‌اند باید به اشتباهات خود در پدیدار شدن افراطیگری اعتراف کنند و نه تنها در پیشگاه گذشته که در برابر آینده نیز عذرخواهی کنند. برای مقابله اصولی با تروریسم باید ریشه های آن را شناخت و چشمه های آن را خشکاند. تروریسم در بستر فقر، بیکاری، تبعیض، تحقیر و بی‌عدالتی میروید و با فرهنگ خشونت رشد میکند. برای ریشه‌کن کردن تروریسم باید عدالت و توسعه را گستراند و از تحریف ادیان الهی برای توجیه قساوت و بیرحمی جلوگیری کرد. درد بزرگتر آن است که این تروریست ها به نام دین خون میریزند،
و به نام اسلام سر میبرند. میخواهند این حقیقت مسلم تاریخ را پوشیده نگه دارند که بر اساس آموزه همه پیامبران الهی از ابراهیم و موسی تا عیسی و محمد علیهم السلام کشتن یک انسان بیگناه را همانند کشتار همه بشریت می شمارند. من در شگفتم این گروه های آدمکش خود را گروه اسلامی می نامند و شگفت‌آورتر آنکه رسانه های غربی نیز در همراهی با آنان این نام مجعول را که تنفر همه مسلمانان را برمی انگیزد تکرار می کنند، غافل از آن که مسلمانانی که هر روز خدای خیش را به صفت رحمانیت یاد می کنند و از پیامبر خیش درس عطوفت و محبت آموختند، این افتراها را بخشی از پروژه اسلام هراسی می شمارند. اشتباهات راهبردی غرب در مسائل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز این نقطه از جهان را به بهشت تروریست ها و افراطیون بدل کرده است. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق و مداخلات نادرست در تحولات سوریه نمونه های روشنی از این راهبرد غلط در منطقه خاورمیانه است. اتخاذ رویکردهای غیر مسالمت آمیز و تجاوز و اشغال نظامی از اونجا که معیشت و حیات مردم عادی را هدف قرار می‌دهد، پیامدهای روانی و رفتاری متعددی را در پی دارد که امروز بروز آن را به صورت خشونت و آدمکشی در منطقه خاورمیانه و آفریقا مشاهده می‌کنیم که حتی برخی شهروندان سایر نقاط جهان را هم با خود همراه کرده است. خشونت همچون یک بیماری مصری در حال سرایت به سایر نقاط جهان است. ما همواره معتقد بودیم که دموکراسی با کوله پشتی نمی آید. دموکراسی محصول رشد و توسعه است، نه جنگ و تجاوز. دموکراسی یک کالای صادراتی نیست که از غرب به شرق تجارت شود. در یک جامعه توسعه نیافته دموکراسی وارداتی به دولت ضعیف منتهی می شود و دولت ضعیف هم به شدت آسیب پذیر. وقتی پای ژنرال ها به منطقه باز شد، انتظار نداشته باشید دیپلمات ها به استقبال آنان بروند. وقتی جنگ شروع شد، دیپلماسی به پایان می رسد. وقتی تحریم آغاز شد، نفرت عمیق از تحریم کنندگان هم شروع می شود. وقتی فضای خاورمیانه امنیتی شد، پاسخ آن هم امنیتی می شود. منافع کشورهای غربی در این منطقه در گرو به رسمیت شناختن باورها و خواست مردم منطقه در قالب نظامهای مردم سالار است. تجربه پیدایش القاعده، طالبان و گروه‌های افراطی اخیر نشان داد که نمی شود از گروه‌های افراطی برای مقابله با کشورهای مخالف استفاده کرد و پس از آن از عوارض پیدایش این افراط در امان ماند. به یاد داشته باشیم که ایران روزی همه را به گفتگو دعوت کرد که هنوز جنایت 11 سپتامبر رخ نداده بود و روزی به جهان عاری از خشونت و افراطیگری خواند که هنوز خشونت‌های اخیر ظهور نکرده بود. شاید سال گذشته تعداد اندکی آتش شعله‌ور شده کنونی را پیش بینی می‌کردند، اما امروز خشونت و افراطیگری بدون مهار خود را به صورت یک تهدید قطعی جهانی نمایان ساخته است. به طور مسلم اگر چرایی بروز پدیده کنونی را به درستی تحلیل نکنیم، نخواهیم توانست راه حل درست برون رفت از آن را پیدا کنیم. امروز هم دوباره نسبت به خطر گسترش افراطیگری و همچون خطر درک نادرست و برخورد غلط با این پدیده را هشدار می‌دهم.
خاورمیانه تشنه توسعه است و خسته از جنگ. این حق طبیعی مردمان سرزمین‌های حاصلخیز خاورمیانه است که از زندگی توأم با صلح و رفاه برخوردار باشند. در گذشته استعمار این حق را از آنان سلب کرد و اکنون سایه جنگ و خشونت امنیت آنان را تهدید می کند. در منطقه ما سیاستمداران و نخبگان معتدلی وجود دارند که مورد اعتماد ملت‌های خویشند. آنان نه غرب ستیزند و نه غرب گرا. به نقش استعمار در عقب افتادگی ملت‌های منطقه آگاهند، اما از نقش ملت‌های خویش در راه توسعه یافتگی نیز غفلت نمی‌ورزند. غرب را از خطاهایش مبرا نمی‌دانند، اما به غفلت‌های خویش نیز توجه دارند. این نخبگان می توانند با جلب اعتماد مردم قوی‌ترین ائتلاف‌های ملی و بین المللی علیه خشونت را تشکیل دهند. صدای این نخبگان صدای واقعی مردم اعتدالگرا در جهان اسلام است، صدای آشنای یک افغان خسته از جنگ، عراقی قربانی افراطیگری، سوری هراسان از تروریسم و لبنانی نگران از خشونت و فرقه‌گرایی. سخن ما این است که این اشتباه راهبردی است که اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه ما باشند، بدیهی است کشورهای منطقه که درد را بهتر میشناسند بهتر هم میتوانند با همفکری و ائتلاف مسئولیت مبارزه را پذیرفته و رهبری آن را بر دوش گیرند. و اگر دیگر کشورها میخواهند علیه تروریسم گامی بردارند باید به حمایت آنان برخیزند. من اعلام میکنم اگر امروز همه توان خود را علیه افراط و خشونت به کار نگیریم و کار را به کاردان نسپریم، فردا جهان برای هیچ کس جای امنی نخواهد بود. خانم ها، آقایان، سال گذشته با ارائه طرح مبارزه با خشونت و افراطیگری که با استقبال گسترده روبرو شد، کوشش کردم تا نقش کشور خود را در تحقق صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی ایفا نمایم. در منطقه پرآشوب و پرتلاطم خاورمیانه ایران یکی از باثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای این منطقه است. همه کشورهای منطقه باید در نظر داشته باشند که همه ما در یک کشتی نشسته ایم. در مسائل سیاسی و اجتماعی تا امنیتی و نظامی نیازمند همکاری‌های گسترده برای دستیابی به تفاهم مشترک و دائمی هستیم. اگر در منطقه خاورمیانه هماهنگی و همکاری بیشتر و گسترده تری می داشتیم، هزاران انسان بیگناه فلسطینی در غزه قربانی تجاوز رژیم صهیونیستی نمی شدند. ما در تمامی عرصه ها مبنای حل مشکلات را تعامل و اعتماد سازی پایدار میان قدرت‌های منطقه می‌دانیم و از هر گونه همکاری میان کشورهای مسلمان برای مبارزه با افراطیگری، تهدید و تجاوز حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم نقش دائمی سازنده و مؤثر خود را ایفا کنیم. آقای رئیس، تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تداوم اشتباهی راهبردی علیه یک ملت معتدل و مستقل در شرایط حساس منطقه ماست. ما در یک سال گذشته به شفافترین گفتگوها برای اعتماد سازی در موضوع هسته‌ای ایران دست زدیم و نه در اثر تهدید و تحریم که بر مبنای اراده ملت خود مذاکره جدی و صادقانه را در دستور کار قرار دادیم، زیرا بر این باوریم که موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است و اگر برخی در تخیل خیش به راه‌های دیگری می اندیشند سخت در اشتباهند.
هر گونه تأخیر در حصول توافق نهایی تنها هزینه ها را بالا میبرد و این هزینه ها نه فقط بر ما که بر اقتصاد و تجارت طرف مقابل و بر توسعه و امنیت منطقه‌ای تحمیل می شود و هیچ کس نباید در این حقیقت تردیدی داشته باشد که مصالحه و توافق با ایران به نفع همگان به خصوص کشورهای منطقه است. روند مذاکرات هستی میان ایران و کشورهای 5+1 در ماه‌های گذشته با جدیت و امیدواری متقابل به پیش رفته است. جمهوری اسلامی ایران به گواهی همه ناظران بین المللی با صداقت و اقتدار به تعهدات خویش عمل کرده است، اگرچه طرف مقابل با برخی اظهارات و اقدامات به تردید در عزم و واقع بینی خویش دامن زده است. امیدواریم مذاکرات جاری در فرصت کوتاه باقی مانده به توافق نهایی بیانجامد. ما به ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود شامل اعمال حق صنعتی‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران در چارچوب مقررات بین المللی مصممیم. ما با انگیزه مثبت، حسن نیت و جدیت به تداوم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای طرف مذاکره بر مبنای اعتماد متقابل، رفع دو سویه ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذیرفته شده بین المللی پایبندیم. از دیدگاه ما التزام به تعهدات و اجرای دقیق تفاهمات و اجتناب از زیاده خواهی در مذاکرات از سوی طرفهای مذاکره کننده با ایران ضرورتی تام دارد، زیرا توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران میتواند سرآغاز همکاری‌های همه جانبه در راستای پیشبرد امنیت، صلح و توسعه در منطقه و جهان باشد. مردم ایران پایبند به اصول و ارزش‌هایی هستند که استقلال، توسعه و غرور ملی در رأس آنهاست. مردم عملکرد دولت‌های خود را بر اساس همین معیارها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اگر این واقعیت بارز ملی از سوی طرف‌های مذاکره کننده مورد توجه قرار نگیرد و دچار خطاهای محاسباتی شوند، یک فرصت استثنایی و تاریخی را از دست خواهند داد. همانطور که می‌دانید دولت ایران در سال جاری میلادی با ابتکاراتی که در مذاکرات هستی به کار برد، شرایط جدیدی را برای حل موضوع به وجود آورد که دستاورد مرحله آن توافق ژنو بود. با توجه به رویکرد اعتمادساز و شفاف جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و تداوم آن، در صورتی که طرفهای مذاکره کننده نیز متقابلا از عزم و انعطاف کافی برخوردار باشند و ظرف مهلت تعیین شده بتوانیم در حل این مسئله به موفقیت کامل دست یابیم، فضای کاملا متفاوتی به لحاظ همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی به وجود خواهد آمد که در سایه آن امکان تمرکز بر حل مسائل مهم منطقه از جمله مسئله بسیار مهم مبارزه با خشونت و افراطیگری در منطقه فراهم خواهد آمد. دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران فرصتی تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست و تبعیض در مقررات بین المللی را دنبال نمی کند. این توافق می تواند پیامی جهانی برای صلح و امنیت نیز داشته باشد که راه حل اختلافات مذاکره و تکریم است و نه منازعه و تحریم. آقای رئیس، حضار محترم، خانم ها، آقایان، ملت بزرگ ایران که در سال گذشته با حضور گسترده خود در انتخاباتی آرام و پرشکوه با روی کار آوردن این دولت از گفتمان تدبیر، امید و اعتدال استقبال کردند، از دولت منتخب خود در راه سازندگی کشور پشتیبانی و حمایت می کنند، در حالی که بعضی از کشورهای پیرامونی ایران دستخوش جنگ و ناآرامی هستند. ایران سرزمین امنیت، ثبات و آرامش است. سیاست اصولی کشور من
تلاش برای تعامل سازنده با همسایگان بر اساس احترام متقابل و با تأکید بر منافع مشترک است. طرح مسئله سلطه ایران بر کشورهای مسلمان منطقه افسانه‌ای بیش نیست که در قالب پروژه ایران هراسی در سالهای اخیر بر آن دمیده شده است. آنها که در این شیپور میدمند نیاز به جعل دشمنی موهوم دارند تا تنشها را تداوم دهند و با تشدید تضاد و تفرقه منابع توسعه ملتها را به انحراف کشند. رویکرد اصولی ما پایان بخشیدن به توهم ایران هراسی و زمینه سازی برای مشارکت راهبردی با همسایگان است. در پایان، همانطور که در سال گذشته نسبت به توسعه خشونت و افراطیگری هشدار دادم، امسال نیز تأکید می‌کنم که اگر رویکرد درست برای مواجهه با این مسئله اتخاذ نشود، به سمت منطقه‌ای ناآرام و پرتلاطم با بازتاب‌های جهانی خواهیم رفت. راه حل درست برخورد با این مسئله مهم نه از بیرون بلکه با محوریت و ابتکارات درونی و البته همکاری‌های بین المللی قابل تصور است. خدای بزرگ در قرآن کریم به مؤمنانی که کار شایسته را در برنامه عمل خود قرار می‌دهند مژده داده که بر زمین ماندگاری خواهند داشت و بیم و هراسشان به امن و امان بدل خواهد شد و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امیدوارم نسل ما با تلاشی شایسته زمینی ایمنتر و آبادتر برای نسل فردا به یادگار بگذارد. توفیق همه شما را آرزومندم. متشکرم. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.